کمال نورعلیف سابق معاون اول وزیر خارجه آب و قدای امام علی رحمان در یک صدمه نقلیاتی در موضع صیاد نوحه دنقره جان باخت. روز 23 ایون در آرامگاه مولانا تاج‌الدین همین ناحیه به خاک سپرده شد. مراسم ویدا و نماز جنازه نورعلیف تحت اجراهای شدید امنیتی و با حضور ده نفر برگزار گردید. یک منبع رادیو آزادی گفت که در این مراسم نورالدین رحمان برادر امام علی رحمان، لطفالله دولت و رئیس تئاتر به نام لاهوتی، سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان و رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اشتراک داشتند. صبح جمعه دولتشاه گل احمدزاده رئیس ولایت ختلان نیز برای اظهار تسلیت به خانه کمال نورعلیف رفته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم حضور نداشت. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آقای رحمان روز 23 ایون مجلس حکومت را برگزار کرده، سپس در یک جایگی با رستم امام علی شهردار دوشنبه از مکتب اینترنتی یاری رسانی رقم 3 پایتخت بازدید نموده است. منبع رادیو آزادی گفت که نماز جنازه کمال نورعلیف در مسجد مرکزی ناحیه دنقره با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده برگزار شد. رئیس شورای علما در سخنرانی خود کمال نورعلیف را به عنوان انسان خاکسار و به خدمت نشان داده یادآوری کرده است. کمال نورعلیف سابق معاون اول وزیر خارجه آب و قدای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 22 ایون در یک صدمه نقلیاتی در حدود دهه صیاد ناحیه دنقره به وزارت امور داخلی تاجیکستان در شرح این حادثه گفت که حادثه تقریبا ساعت 1 روز 22 ایون در کیلومتر 67 شاهراه دوشنبه کلاب در حدود دهه صیاد ناحیه دنقره رخ داده است. با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان راننده 60 ساله ماشین اوپل استرا به سمت مقابل حرکتی راه برآمده و به خودروی مرسدس بنز برمیخورد. در نتیجه این برخورد خود راننده و مسافر آن مرد 71 ساله جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. آمده است در خبری وزارت امور داخلی تاجیکستان. منابع رادیو آزادی گفتند که نورعلیف سوار ماشین مرسدس بوده از دنقره به سوی دوشنبه میرفت. به اطلاع منبع راننده اوپل و مسافرش جراحت برداشته حالا در بیمارستانند. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه به این صدمه تحقیق ادامه دارد. اکادمیک نورعلیف 6 فرزند داشت. پسرش جمالالدین نورعلیف که با دختر دوم پرزیدنت تاجیکستان آزاده رحمان ازدواج کرده است ماه می سال 2015 معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد.